بازی نمی‌کنه اصلا فایده نداره. آقا بشینیم یه هفته است میزنیم هر تیمی هم که باخت میره اوهویج میگیره میاره با بستنی. مشکی یا قرمز؟ یا به احترام بیبی مشکی بی پیس. مرد حسابی تو گفتی مشکی نه قرمز. کاکای من گفتم بیبی مشکی گفتم مشکی. ها همش داری جر میزنی آقا کمرو حاکه. اوکی. بیبیس. اما تو اینگاه حالت بده یا دو کم داری یا یک. اصلا ما حاکم. من بازی نمی‌کنم. سمت جون راست میگه راست. اما ولش که بره گمشه پر میزنه. این تو دست قبلی همیشه تر میزنه. کجا تمام انداختم رو بیبیت دارم میبرم. خب من بابام بفهمه شاعت ناختی رو ببین پارت میکنه. چی میگی؟ بابا ارشیا به دختر خاله بگو حتما رفترباری شاه گیش نیز بخره. چی میگی من مثلا شاه گیش نیزم بخره؟ عمو دارم میگم رفترباری شاهی و گیش نیز بخره. افه چی میگی بری خودت؟ میگم راستی یا برای گونی گردویی که برات آوردم چی تو بود؟ زنه میگه همش پیکه. اتفاقا عجب گردویی بود یه دونه پیک نداشت. یه گونه گردو یکیش پیک نی؟ نه یعنی فقط خدا کنه نداشته باشی. ارشیا عمو پنجره رو باز میکنی دلم گرفته؟ هوا خوبی. تو زمستون عمو کجا هوا خوبه ما شدیم کلپ او. میگم سمن عجیب زنو تو این موقع گذاشته بشینی برام بازی کنی. والا چیشی خود حرفاش شوسه خونه رو مرتب کرده آشیا پخته حرفو این میزنی یا نظر بیا یه خود زن نسده شوهر کرده یا من سمن پیشی حالا نمیخواد برید دور راد نمیده. میگم من یه معامله دارم صبح اونور دالکی اسمش چیه خدا خشت اصلا یعنی 2 ساعت دنبال آدرس میگردم. حرف نزن تو بازی. آقای ما دنبال آدرسی هم نمیتونیم بگردیم. بپیس 3-0 سه به نفع کی؟ به نفع اصلا به نفع کی؟ تا زمانی که حواست به بازی نی برنامه همیه. یا من میرم بعد نگو چرا نمیشه. این چرا هرچی میره نمیرسه؟ الو بابایی کله خونه توی اخش سنگ کوچیکو کجا زیرش نی سنگ کوچیک نی اونجا علامه که گاز چی تو علامه که گاز هم بردن بفرما هیچی نیست. خب خونه دم خونه مامانتی را خونه کن میگم ها چی بود؟ اما ناموسن حرف نزنی تو بازی حرف گفتم نزنی هفته است مال ما حالا چه گویی هفته است باشه قلو چاکتو بکشیم ما چی نگو زنو تو آشپزخونه. یعنی جلو سیگار هم نمیکشی ما میگیم هیچی نگو تو بریم. دختر خاله یاور نه قیلون میکشه نه سیگار میکشه نه هر ازگاه شیره قمارش هم تفننیه خوب شد میمیری ور نزنی. یاور دستور من حساب نکنه دست کنی کارت شارژه دست آخر یا هفتایی برو آبوی جوسو بیا. چی آب هوی جوس بیا کاکای من قمار حرفا چیشه حروم خدا قهرش میگیره بلند شو ساعت 5 بلند شو